چطورید؟ حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خوش اومده با یه ولاگ دیگه با من، یعنی شیلا. خب بچه‌ها، بیاین این ولاگو بهتر کنیم از ایده های خفن و خوشگل واسه تابستون. کاری کنیم که بهترین ورژن خودتون داخل تابستون بشید و به نحو احسن از تایم تابستونتون استفاده کنید. تو بچه‌ها، ما که میریم مدرسه بیشتر تایمی که داریم صرف رفتن به مدرسه و درس خوندن میکنیم و بهتره که تو اون تایمی که واسه تابستون داریم یه برنامه‌ریزی خیلی خوشگل داشته باشیم که نهایت استفاده رو از تابستون ببریم. من چند تا ایده خفن پیدا کردم، بریم بهتون بگم چه ایده‌ای هستش. اولین کار رفتن به باشگاه و ورزش کردنه که به نظر من خیلی خفن و باحاله، چون که باعث میشه که خیلی روحیه بهتری داشته باشین، سلامتیتون رو دارین حفظ میکنین یه طورایی و به خودتون دارین کمک میکنین و حتما به نظر این کار رو انجام بدید که من قطعا این کار رو انجام دادم و خیلی راضیم و خوشحالم و از این ناراحت که چرا زودتر این کار رو انجام ندادم. امیدوارم ویدیو براتون عالی و مفید باشه. دومین ترفند و ایده کتاب خوندنه. چرا مطالعه نکنیم؟ حتما برید مطالعه کنید، کتابای خوشگل رو جدید رو بخونید که هم دایره لغاتتون بالاتر، سطح سواد بالاتر و یه ورژن خیلی خوبی از خودتون بشید. سومین کارش رو میتونید حفظ شیر کنید و غزل و اینا که اینم به نظرم میتونه باحال باشه. چهارمین ترفند رفتن به کلاس زبان و تمرین کردن واسه سطح زبان انگلیسیتون، حالا یا زبان‌های دیگه که علاقه‌مند هستید، مثلا کره یا حالا هر زبانی که دوست دارید رو میتونید برید کلاس یا حتی چاره کلاس همین یوتیوب خودمون یا حالا سایت‌های دیگه هستن که آموزش میدن و میتونید یاد بگیرید و چرا که نه به خیلی از زبان‌های زنده دنیا تسلط داشته باشید که به نظرم خیلی خوبه. فکر میکنم پنجمین کار باشه نقاشی، طراحی، کاردستی و کارهای هنری اختصاص بدید این بخش رو. به نظرم خیلی باحاله، خیلی چیزای خوشگل درست کنین، آینه ماه درست کنین که اگه دوست داشتین بهتون میگم چطوری درستش میکنین، چون من درست کردم و واقعا خوشگله. گلای روبانی خوشگل درست کنین که اونم باز من درست کردم، اگه دوست داشتین میتونم بهتون آموزش بدم. خیلی چیزای خوشگل، شمع‌سازی، یعنی چون هنرایی میتونید یاد بگیرید که فکر میکنم به این هنران پایین اشاره کرده باشیم. ششمین ترفند تمرین کردن خط برای خودتون، حالا خط مثلا حالا زبان انگلیسیتون یا خط فارسیتون، برید کلاس خط یا دفترهای خط نویسی، خوشخط نویسی بگیرید، تمرین کنید که خط خیلی خوشگل داشته باشید. هفتمین ترفند میشه بافتن و آموزش بافت مو هستش. برید یاد بگیرید چجوری موهاتون رو استایل کنید، خوشگل باشید و این چیزا و به نظر من چیز باحالیه، چرا که نه، چرا یاد نگیریم خیلی خوب موهامون رو استایل کنیم و خوشگل باشیم. و هشتمین فکر می‌کنم ترفند فیلم دیدن. چقدر خوبه واقعا بچه‌ها، چقدر باعث میشه که روحیه‌مون بالاتر از اونی که هست بره. فیلم ببینید، خیلی خوبه، فیلم ببینید حتما. من که این کارو که شروع کردم، سریالی باشه، سینمایی باشه یا حالا فیلم‌های آموزشی، حتی خیلی فیلم‌های خوشگلی ما داریم که میتونید ببینیدشون. فکر میکنم نهمین ترفندمون بیرون رفتن با دوستاتون، برنامه‌ریزی‌های خوشگل، برین خونه همدیگه، بیاین و از این کارهای باحال و خفن که به نظرم خیلی بهتون کمک میکنه. بچه‌ها اجازه بدید من تعداد از دستم خارج شده، فکر میکنم این دهمین کارمون باشه. تغذیه سالم و رژیم که باعث میشه که به استایل خودتون برگردین و در کنار باشگاه این خیلی میتونه به شما کمک کنه و حتما قرار نیست اونجور رژیم سختی بخوای بگیری یا اینا. اگه واقعا یک وزن اوکی داری میتونی فقط تغذیه‌ت رو سالم کنین که باعث شادابی پوستت، خودت، روحیت و خیلی چیزای دیگه میشه و انرژی بهتری میگیری تا اینکه بری فست فود بخوری. اینا هم بخورا، تابستون واسه خوردن به نظرم خیلی موقعیت خوبیه، ولی اینا رو کمتر کنیم و به سلامت خودمون اهمیت بیشتری بدیم. ترفند بعدی آموزش شطرنج و ورزش‌های اینطوری و بازی‌های فکری اینطوری هستش که به نظرم یه پرستیژ خیلی خاصی میگیره اگه این کارا رو انجام بدید و خفنه. ترفند بعدی درس خوندن، چون که هر چقدر بخوایم ازش فاصله بگیریم به هر حال دوباره میریم و باید بریم مدرسه، پس در نتیجه درساتون رو مرور کنید و بخونید. آره دیگه، یه جور مرور کنید دیگه، برید درس‌های سال بعدتون رو بخونید، آمادگی حدودی پیدا کنید، ولی نه که برید مثلا بگید آره من کلی کتابا رو حفظم و اینجوری. نه، یه چیز کلی بخون از درسات که بتونی بفهمیشون. کلاسای پیشرفته فوق میتونید برای درساتون برید و حالا کاری دیگه از این قبایل کارها. بعدیش میتونید یاد گرفتن پرچم کشورها هستش. کشورهای خیلی خوبی داریم، پس برید پرچماشون رو یاد بگیرید که بتونید از روی پرچم کشورها رو شناسایی کنید.
بعدش نوشتن ژورنال و برنامه نویسی هستش که باعث میشه که به یه روتین خیلی خاصی به زندگیتون بدید و برنامه‌ریزی داشته باشید. مثلا امروز باید خونه رو تمیز کنم، این کارو کنم، این کارو کنم، پس می‌نویسمشون که بتونم اونا رو تیک بزنم و به اهدافم برسم. که من تمام اینایی که دارم بهتون میگم اینجا نوشتم و به محض انجام دادن دارم تیکشون میزنم. بعدش رفتن به حالا مثلا اون روتین خودمونه، یعنی روتین پوستی بگیریم، حمام بریم و به پوستمون به خودمون اهمیت بدیم، بریم خرید استایل کنیم و از این چیزا هستش. بعدش یاد گرفتن لوگوهای برندهای معروف هستش که بتونید از روی لوگوشون تشخیص بدید چه برندهایی. به نظر این چیزا باعث میشه که اطلاعات عمومی شما بالا بره و به نظر چیز باحالیه. چرا که نه، چرا اینا رو یاد نگرفته باشین. شناختن تمام لوگوهای خودرو، مثلا حالا هر چیز لوگوی ماشین رو که بتونید برید یاد بگیرید که بشناسید و کل لوگوها رو بلد باشید. بعدش بچه‌ها چی هست؟ شناختن عجایب هفتگانه. اگه نمیدونید برید بخونید و ببینید فیلماشون و توضیحاتشون رو که واقعا خفنن. و بچه لباسم دیدین چقدر خوشگله؟ بذارید نشون بدم. یوتیوبه، خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم و تنظیم کردن زاویه دوربین واسه اینکه یه کوچولو از این یوتیوب مشخص شه واسم سخته. چیز بعدی چیه بچه‌ها؟ یاد گرفتن امضای خیلی شیکه که من واقعا به این نیاز داشتم. امضای من خیلی ساده بود، نمیگم زشت بود ولی خیلی ساده بود و ترجیح دادم که برم داخل پینترست یا جای دیگه ببینم امضای خوشگل رو، آموزش امضا رو ببینم و یه امضای خیلی خوشگل مخصوص خودم داشته باشم. چون به نظر من یک جاهای امضا میتونه هویت تو رو مشخص کنه و چقدر زیباست که اگه اون امضا رو خیلی قشنگ و به نفع احسن بزنیم. به نظر من خیلی خوشگله که تو پس حتما برید یاد بگیرید اگه هنوز امضاتون خیلی خفن نیست. کمک کردن در کار خونه که به نظر من بهترین کاره، به خاطر اینکه مادرتون ازتون راضی میشه و این بهترین ترفنده. مرتب کنید، تمیزکاری کنید، به مادرتون کمک کنید، در کار خونه کمک کنید و رسیدگی به پوست و مو رو بهتون گفتم، داخل اون روتین پوستی گفتم برگردین. و روزای بدون گوشی. بچه این چالش خیلی خفنه. ببین برای خودتون روزایی رو بذارید که بدون گوشی باشید. مثلا بگید که امروز من از صبح بدون گوشیه و فقط از گوشی استفاده می‌کنم که صبح تایم بزنم و من رو بیدار کنه، یعنی همین. و بچه‌ها من این چالش رو چندین بار رفتم و عالیه بچه‌ها. اصلا نمی‌تونم بهتون بگم چقدر خوبه. چرا؟ چون دیگه تو کاری نداری با گوشی، و گوشی تو کلا کنار گذاشتیم. چیکار می‌کنی؟ برنامه‌ریزی می‌کنی که مثلا صبح میشم دوش میگیرم، این کارو میکنم، اتاق مرتب میکنم. ببین هم جوری شده بود که من دیگه به ساعت 8 شب که کشید، یعنی 8 صبح شدم به 8 شب که کشید، هیچ کار دیگه ای نداشتم که انجام بدم. خونه مرتب داشت برق میزد، دقیقاً همه جای خونه تمیز بود. خودم از ساعت داشتم برق میزدم چون که به روتین پوستیم رسیده بودم، به موهام رسیده بودم، خرید رفته بودم، یعنی همه کارامو انجام داده بودم و اون لحظه حس می‌کردم که دیگه خیلی راحتم، به خاطر که هیچ کار عقب افتاده‌ای نداشتم و دیگه آخرین چیزی که برام میموند گوشیم بود، یعنی اولویتام کارام بودن. و به نظرم خیلی ترفند باحالیه، حتما این کار انجام بدید. روزای بدون گوشی برای خودتون بذارید و کیف کنید از روزای زندگیتون. و تکنیک آخری که من نوشتم آشپزی هستش که به نظرم حتما این کار انجام بدید. برید دسر کیکای خوشگل، نوشیدنی‌های خنک تابستونه رو یاد بگیرید، بستنی یا حالا هر چیز دیگر رو آموزش ببینید و درست کنید. چرا که نه، درستشون کنید، خیلی خوشمزه هستن. به شکممون هم یه کوچولو اهمیت بدیم و چیزای خوشمزه براشون درست کنیم. خیلی 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 دوستتون دارم. امیدوارم از این ترفندهای خوشگل واسه تابستون لذت برده باشین. اگه دوست داشته باشین میتونم ویدیوی بیشتری از این قبایل ویدیوها بگیرم. دوستتون دارم. بوس به همتون. بای بای.